در شهر نزرن انگوشتان روسیه علیه مهاجران تاجیک که در آنجا به ساختمان بناهای روسگواردیا مشغولند یک گردهمایی اعتراضی برگزار شد. گردهمایی آمادگان با آن اعتراض کردند که مهاجران جایهای کاری آنها را میگیرند، با دختران انگوش ازدواج میکنند و به فروش مواد مخدر مشغولند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. اما این گردهمایی روز 27 ایول در محل ابوگوی نزرن در دوام نکرد. کارمندان پلیس بعد از همگی 5 دقیقه شروع این گردهمایی به دلیل به اجازه تشکیل شدن آن 15 نفر از اعتراضگران را بازداشت کردند. در همایش اعتراضی بیش از 60 نفر شرکت داشتند. بعد از این همایش که اساساً جوانان تا سن 30 ساله شرکت داشتند، شورای امنیتی جمهوری انگوشتان با نشر یک بیانیه از ساکنان کشور خواست به دعوت‌های هنگامه‌جویان جهت شرکت در همایش‌های اعتراضی داده نشوند. در این بیانیه شورای امنیت گفته می شود یک گروه جوانان پس از نماز پیشین با دعوت اغواگران ناشناس در شبکه واتساپ و اینستاگرام داده شده گردهمایی اعتراضی تشکیل کردند. بازداشت شدگان از قبیل شرکت‌داران این همایش در بازپرسی کارمندان پلیس گفتند که این مهاجران کره تاجیک و ازبک جای کار آنها را بند میکنند و به آنها پسند نیستند. اما بازداشت شدگان در پاسخ به سوال این که چرا خودی آنها در ساختمان و کشاورزی کار کردن نمیخواهند گفتند این کارهای خیلی زحمت طلبند اما معاش کم دارد. پایین روی قرب روبل در برابر دلار، رکود اقتصادی و کم شدن درآمدهای شهروندان روسیه بدبینی را نسبتی مهاجران کارگران خارجی بیشتر کرده است. بنابر آمار آخری آژانسی آمار روسیه در سال گذشته 2016 درآمدهای واقعی شهروندان این کشور 7% کاهش یافته است. در شرایط کاهش یافتن جایهای کاری و کم شدن درآمدها، نارضایت اهالی بومی از مهاجران که به اندیشهشان جایهای کاری آنها را بند میکنند بیشتر می شود. ایلیا کولیشوف ساکن شهر مسکو میگوید در اصل او ملتگرا و یا نژاد پرست نیست، اما گلایش از آن است که مهاجران اکثرا رسم آیین و فرهنگی رفتار کشوری که به آنها کار داده است رعایت نمی کنند. وی میگوید من مقابل مهاجران نیستم، لیکن بعضی رفتار آنها بد می رسد. مثلا در کوچه با دوست دخترتان همراه می روید، بعضی از مهاجران به اون نگاه های شهوت آمیز می کنند. معلوم است که در کشور آنها دختران چنین لباس نمی پوشند، اما آنها نباید به دختران ما که چنین لباس می پوشند نگاه های شهوت آمیز کنند. طور در ما می گویند به عبادتگاه دیگران با قاعده های خود نباید وارد شد. مهاجران تا سال 2014 به تاجیکستان سالانه تا 4 میلیارد دلار پول میفرستادند، اما با رکود اقتصاد روسیه پولهای انتقالی خیلی پایین رفتند و در سال گذشته مهاجران به وطن 1 میلیارد و 900 میلیون دلار فرستادند.